و صحبت امروزه با همکارم شهلای گلخواجه درباره جلسه نخستین مجلس نمایندگان و جزئیات سخنرانی امام علی رحمان است. شهلا، امام علی رحمان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان پارلمان بیشتر سر چی تاکید کرد؟ بله، طاهر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 مارس از وکیلان تازه انتخاب مجلس نمایندگان خواست که با دل و نیت نیک به کار سر کرده پاک‌وجدان باشند و پارلمان را به جای شخص شده ها تبدیل ندهند. او که در جلسه نخستین پارلمان نوی کشور دعوت پنجم سخن میگفت تاکید داشت که پارلمان جای بحث است یا وکیلی کنید یا اینکه به تجارت روید. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه انتخابات یکم مارس را نیز شفاف و آزاد و دموکراتیک تفسیر کرد و گفت که این انتخابات سطح بلند معرفتی حقوقی ما را نشان میدهد که سال تا سال بالا می رود. او از شامل شدن زنان و جوانان به پارلمان نو استقبال کرد و گفت در هیئت کنونی مجلس نمایندگان 2 اکادمیک، 8 دکتر علم و 17 نامزد علم بودند. امام علی رحمان همچنین تاکید کرد که وظیفه پارلمان تنها قبول قانون ها نیست بلکه باید اجرای این قانون ها را نیز آنها نظارت کنند. و واکنش‌ها نسبت به ترکیب پارلمان نو چگونه است؟ خوب، در این زمینه این حال با نظر و سیاستمدار حقوقدان شناخته میگوید در حالی که از رئیس تا وکیلان پارلمانی نوی تاجیکستان دعوت پنجم همگی افراد گپ درو هستند، هیچ دگرگونی به عمل نخواهد آمد. او روز 17 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر پیشتر یک دو وکیل بودند که صدای آنها شنیده و بحث میکردند، اکنون از آنها هم ماندیم. خب خانم با نظر و دوباره رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شدن شکورجان ظهورov را مناپول حزب حاکم در نهاد قانونگذار دانست و گفت اکنون لایحه قرار و قانونها بدون بحث و مناظره قبول خواهند شد. اما معاون رهبر کمونیستان تاجیکستان از انتخاب نمایندگان از انتخاب دوباره شکورجان ظهورov به مقام رئیس مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی کشور استقبال کرد. اسماعیل کلباکوف گفت که شکورجان ظهورov در مقام رئیس پارلمان شخص ارزنده است و سهم او در رشد پارلمانتاریسم در تاجیکستان خیلی مهم است. جناب کلباکوف همچنین افزود که با شکورجان ظهورov طول 5 سال در پارلمان کار کرده است و او میتواند وکیلان را در اطراف خود و حکومت و پرزیدنت جمع کند و برای تکمیل قانونها و رشد کشور خدمت نماید. و شهلا، خوب میشد اگر اینجا درباره ترکیب پارلمان میگفتی که دیگر حزب کمونیست و حزب نهضت از آن بیرون ماندند. خوب، با این ترتیب تناسب نیروها در هیئت کنونی مجلس نمایندگان تقریبا همان است که بود، تنها با این فرق که این نوبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای بار اول در 4 انتخابات مجلس نمایندگان صد 500 را عبور نکرد و به پارلمان راه نیافت. در عوض حزب دموکرات توانست رئیس کنونی سید جعفر اسمان را از افزای فرخار وارد پارلمان کند و حزب سوسیالیست نیز از رویخط حزبی رئیسش عبدالحلیم غفورov را وکیل کرد. این دو حزب به این ترتیب برای بار یکم به مجلس نمایندگان راه پیدا کردند. برنده های دیگر نامزدهای به اصلاح مستقل یا خود پیشبر می باشند که این دفعه 4 تن آنها به پارلمان راه یافتند. بجز از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که هر دو کرسیش را از دست داد، یک بازنده دیگری انتخابات پارلمانی حزب کمونیست است که این نوبت تنها 1 کرسی به دست آورد. تشکر. همکارم شهلای گلخواجه از دوشنبه صحبت میکرد.